سلام هموطنان گرامی. پیش از همه خداوند قادر یکتای خوب همتا رو شکرانه میگم برای تمامی نعمتاش. اما بعد امروز میخوام در یک عنوان بسیار حساس، بسیار لازمی برای شما یک صحبت کوتاه داشته باشم. البته شما در رسانه‌ها دیدگی این که دیگر در هفته اخیر هم چند تا برآمد و این اول اخیرانش نبود راستی، اما به هر حال برآمد دیدگی هستن که جوان‌ها 20 ساله 25 30 ساله دیگه زن دارن ندارن که فرق نداره ودا با طرف زنها یا که دخترها گپ میپرتوین و دیگه گپ پرتونیشون نامعلوم چیه، چه خیلی گپای خوب میپرتوین یا که گپی بد میپرتوین از جانب کارمندان پلیس در شهر دوشنبه بازداشت میشن با مهلت 3 شبانه روز 5 تا 15 شبانه روز. ایرا میداوباشی میگن با گفته خودشون و جریمه میشن با مبلغ 406 تومان. با هم 406 تومان 3 شبانه روز یا 5 تا 15 شبانه روز، یعنی که جزا میگیرن با همون جوابشون میتن. بعد اونجا یک کار دیگه یاد گرفتن، یا جورب میتنشون، جورب دم داخل دیگه در صورت میگه جورب بخوام صورت بگیریم در اینترنت پرتیم همه ببینه، یا که یک لتر میتاش پولا بشک همون نفرایی که گناهگارم با گفتی خودشون همواره در 406 تومان و 3 تا 5 تا 15 شبانه روزه، یعنی که جزاشون میتن جوابشون میتن. برای چی؟ برای میگن که نسبت یک دختر یک زن در محله عام در بین مردم سخنی دغلانه گفت، همین بیچاره را یا که همین جوانی بگیم گمراه جاهل بدنفسه میبرن هم خیلی جزای سبکش میتن جوابش میتن. برای چی؟ خب برای که تو در جامعه در جمعیت تو گپی بزیب گفتی نسبت یک زن یه حقیقت نداشتی گفته، خب همین خیلی آگاهیشون میکن یا هشدارشون میتن. خب یارو همش شما میدونین یا که دیدگی هستین. من یارو برای چی مثال میارم؟ من در مقابل همیو، در برابر همیو، در پهلوی همیو من نوار دارم. نوار برای شما یکم شب میمونم تماشا کنید. توی هست یکون کس تلفن میکردگی؟ متاسفانه جناب عالی متاسفانه نیست. انا ایشالا انا همین برآمد شما را ما تلویزیون دا میتیم از پگاه دیگر زنگ تلفن تمام. جناب عالی نوار کهنه هست، نوار 5 سال پیشه، کهنه این نیست که 20 سال پیش یا 100 سال پیش باشه. نوار شما دیدگی هسته، نه دیم باره دیدین شاید یا که شاید بعضی 10 بار دیگه تماشاش کرده. نگاه کنین این رحمانوف میگه که توی او دختر نامعلوم کیه. خب ایرا ما در باره یک صحبت هم داشته بودیم نسبتی بد اخلاقی و بد رفتاری رحمانوف با دخترها، اما همه جریمه 406 تومانه که همون میداوباشی که جوانها را میکنن همه گپا هیچ فرقی نداره. هست یکون کس تلفن میکردگی؟ متاسفانه نداره یگون تا قطیش میگشتگی نداشته باشه میگه در تلویزیون میتونم پگه نگاه که شما رو چه زنگ میزنن. این با گفتم که اگر موافق قانون موافق هر طرفی بگیریش ایدام اجازت نیست، یا که ایران میتونه که با جوابگری بکشی یا که ای وظیفه آزاد کنی. همین قانون برای همه یکه، برای همه قانون یکه، اما جزاش فرق میکنه. خیلی است که رحمانوف هم 406 تومان بده برای همین دغلانه و یا که همین بد رفتارانه و بد اخلاقیش. این 406 تومان یا که 3 روز تا 5 روز 10 روز نباید جریمه شود جزا بگیره. جزا فرق میکنه، هر قدر منصب بالا رفت، هر قدر که یعنی که مسئولیتش بیشتر باشه جزاش بیشتره. این با 406 تومان این جونش خلاص نمیشه. این با همون نفر عادی و همون طبقه پایان ای جزای 406 تومانه. اینا بدونید. نوار بعدیش تماشا میکنه. چه قدر خراب هستی؟ یا دیت بکنی؟ نه نمیدونم.
کورسی چهارم ها؟ بله. در گروهتون چند تا دختر هستند؟ 27 تا دختر هستند، 5 نفر پسر هستند. اوه. بچه های خوشبخت بودن. همین 27 تا دختر تو کورسی چهارم چند نفرش شوهر کرد؟ 10 نفر دختر ماندیم شوهر نکرده یا. دیگر 17 نفر شوهر کرد؟ بله. این 10 نفر دم شما میداره؟ نه حالا اولادار نیستیم. اوه. ها من برعکس فهمیدم. داماد شونده است؟ نه حالا هست؟ نه تلفن داره نیست یکون کس؟ نه. از روی نقشه هایی که برای به پیش خود کشیدم حالا اولادار شوی فرصتش نآمده است. چی با؟ کورسی چهارم ها؟ کورسی چهارم توی میکنی؟ کورسی پنجم دیپلم هم میگیری یا که پیسر هم تولد میکنی؟ بعد کار سر میکنی؟ گلبار بسیار نام زیبا، رحمت جانم. بسیار نامی زیبا. رحمت. باور کنید اینقدر هم اینا نگاه کنید هم گل ها گل همه وقت گل است لیکن بهار هم این گل است. ایش همین نواری یک چند ماه پیشه ماهی مرد بد خطا نکنم در ولایت سوغده دیدین که چی میگه این نوارم خیلی سر صدا را بلند کرد، خیلی ما مردمی بازم آخی گپی سخت نیست خفه نشین، مردمی ترسونچه که مردمی شکر نکنیم این نوار در یگان دولت اگر میشید از جانب پرزیدنتشو که یک نفری همتری مسئول این نفر عادی کار بکنه اگرچه درست هم نباشه و قدر نفرت نمیاره برای او هیچ که نیست، یکی نفری که شما را در یکم قدم یا که در یکم چی میگینش صف میدونینش میسوبینش این چهره تاجیکستان در روی دنیا میدونین چهره ایرا بفوره نفوره همین یوزیرشته چهره تاجیکستان وطن مردم ما را در جهان همیشون میته هر که ببینین این کارشه دیگه میلاد دیگه شهروندای هم انسان های روی دنیا تماشا کرده باشن یعنی ترجمه شده باشه برای او چی میگن خیره دیونه را چیزی بگن که کمش میگن نه که ما شما را چی میگن. خب چی با خرابی میگه گلبار چیه اینقدر خراب هستی؟ در صنفتون در مکتب چند بچه چند دخترین میگه خب خیلی 27 تا پسر نمیدونم 17 تا دختر میگه اوه بچه های خوشبخت بودن. خب به هر حال دیگر اینجا با ایرا نمو گپا میپرسه یا مختشی دیگه وقتی که او امی وزارت داخله یک شعار داره میگه که جنایتکار به جزا مونه با دوام میته همین شعار وزارت داخله شما شنیده هستین رحمانوف همین نمود 5 سال پیش کرده بود همین نمود همین گلبهار هم گفته که داری یگان تا یا نه نداری تلفن دا نیست یگان تا داماد شونده است؟ نه حالا هست؟ نه تلفن دا نیست یگان کس؟ نه ایرا باید یک چیز دیگه شما نمیفهم که دخترایی که دانشجو هن میگه که شوهر کنین رحمان فهمیگه میگه شون بچه‌ای که دانشجو میگه ولی زن نگی ولی وقتش هست ولی کلان شای ولی دیپلم تا بگی جای کار تا بی و زندگی را بفهم چه بعد زن بگی بعد این دخترها را کی بگیره شما اینجا دعوت دارین تبلیغ دارین که دخترها در این استودیو که دانشگاه خوندستن میگن که شو بکبره کودک میکنی هم دیپلم میگیری هم جای کار میگیری این دیونه رو نمیفهمی گپش کدوم پهلوش چی معنی داره گفتم خودش که گپای من بسیار وای چقدر داره میگه دیگه شاید که همو چقدرش دیگه ما نمیبینیم نمیفهمیم. خب خلاصه سخنی ما مضمون مندرجه سخنی ما در همینجا بود که جوانها را برای میده باشی گپ پرتایی بد رفتاری بد گفتاری نسبتی دخترها زنها میبرند 406 تومان جریمه 3 روز تا 5-15 روز حبسشون میکنن جوابشون میتن یعنی چی به حرمتی کرد بد رفتاری کرد نسبت به زن و در مقابل یا دو تنوار موندم از یک نفری که شما دیگه میشناسینش ویدیو های مونتاژ نیست و این شاید که با شوی کرد یعنی تکرار هم بشوه برای همه چی گفتن در آخر این ما قضاوت باید به شما بسپارم
و این حق هم هیچ کس هم نداره. این را باید ما و شما حق داریم که تحلیلش کنیم، قضاوتش کنیم. خلاصا نظر فکرمونه در زیر نوار بنویسیم، بیان کنین. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.